به نام خدا. همونطور که میدونید ما نبایستی در سطوح مقاومتی اقدام به باز کردن پوزیشن بای بکنیم. همچنین در سطوح حمایتی نبایستی پوزیشن سل بگیریم. در این ویدیو بریم این منطق رو برای رباتمون پیاده سازی بکنیم. یک کلاس هلپر داریم که در مخزن کد قرار میدم. دو تا تابع ساپورت و رزिस्टنس داره. ما تابع ساپورت رو بررسی میکنیم با هم که همون سطوح حمایتی رو از طریق اون تشکیل میدیم. رزिस्टنس یا مقاومت هم مثل همین ساپورت هستش. همونطور که ملاحظه میکنید ورودی این تابع دیتا هست و سی که میشه کندل جاری، کارنت کندل. بیفور و افتر هم تعداد کندل هایی که قبل و بعد از سی ما میگیم که اینا رو برو برامون نگاه بکن و بر اساس اینا تصمیم بگیر که آیا کارنت کندلمون در دره قرار گرفته هست که بشه سطوح حمایتی یا خیر. دو تا حلقه فور داره. حلقه فور اول بریم توی نمودار. همطور که ملاحظه میکنیم این حلقه فور اولمون هست. ما سی رو 10 گرفتیم، کارنت کندلمون 10. اینجا ملاحظه میکنید آی 10 کارنت کندل اینجا هست. بیفورمون 2 هست، یعنی کندل 9 و 8 رو بررسی بکن. افترمون هم 2 هست، یعنی کندل 11 و 12 هم این ور بررسی بکن که مشخص بشه آیا این در دره قرار گرفته که بشه یک سطح حمایتی در نظرش گرفت یا خیر. خب یه دونه رنجی که اینجا ما داریم این فرمولاش بر اساس این مقادیر شده 9، یعنی 10 منهای 2 به اضافه 1 و رنج بالایی شده، حد بالایی رنجمون در حقیقت شده 11، یعنی 9 و 10 به آی میدیم و بررسی میکنیم. الان اینجا میگیم که توی این دیتایی که گرفتی شما لو 9مون که میشه 210 آیا بزرگتر از 8مون هست؟ آیه منهای 1 دیگه، آیمون 9، آیا 210مون بزرگتر از 215؟ خب نیست. بنابراین وارد این شرط نمیشه، یعنی ریترن نمیکنه صفر رو. میاد دوباره روی حلقه، این دفعه آیمون میشه 10 و میاد میگه که دیتای لوی 10 که همین 100 هستش، این کندل 10مون بود دیگه که همین 100 هستش، آیا بزرگتر از 9 هستش، یعنی 210 هستش، کندل 9 210 هستش که نیستش به این شکل. بنابراین دوباره عبور میکنه از این شرط. بنابراین این حلقه رو رد میشیم. میریم توی حلقه دوم. میاد کندلای سمت راست یا همون افتر رو بررسی میکنه. اینجا چی گفته؟ گفته که توی رنج 11 تا 13 بیا داخل این حلقه. این شرط رو چک کن. دیتای لوی 11 یعنی 220 آیا کوچکتر از دیتای لوی 10 هستش که اینطور نیست. بنابراین از روی شرط عبور میکنه. این دفعه آی میشه 12. باز میگه که کندل 12 اون لوش که 300 هست آیا کوچکتر از کندل 11 که 220 هستش میباشد و این هم میشه خیر. بنابراین اینجا هم از این شرط عبور میکنه. حالا که از این دوتا فور عبور کرد چه اتفاق میفته؟ ریترن 1 میکنه. یعنی این کندلمون جایی قرار گرفته بود که میشه بهش گفت یک خط حمایتی. این شد منطق تابع ساپورت و رزिस्टنس. حالا ما باید یک روشی پیدا بکنیم که اطلاعات کندلایی که مد نظرمونه هست توی بازه زمانی خاص بدیم به رباتمون و رباتمون بیاد دونه دونه برای اون کندلا بررسی بکنه که کجاشون سطوح حمایتیه و کجاشون سطوح مقاومتیه. یک رباتی داریم به اسم ساپورت رزिस्टنس و اینجا اومدیم دیتا فریم از روی فایل CSV ایجاد کردیم. فایل CSV رو با چی گرفتیم؟ با تابع get که توی مخزن کدم هستش و این دیتا فریم میاد اینجا قرار میگیره داخل
این تابع ساپورت که توی کلاس هلپر هستش. بیفور و افتر هم که 2 در نظر گرفتیم. 2 تا لیست خالی هم برای ساپورت و رزिस्टنسمون در نظر گرفتیم. اومدیم یه دونه فور گذاشتیم، گفتیم که بر اساس سطرها که توی این رنجمون هست که میشه بیفور، یعنی از 2 شروع کن تا طول دیتا فریممون منهای 2. واضحه دیگه، چون ما سمپلینگمون 2 تا قبل و 2 تا بعده، این رنج رو به این شکل ایجاد کردیم. خب اینجا اومدیم رو که از این فور گرفتیم دادیم به عنوان کندل جاری و بیفور و افتر هم فرستادیم توی اون تابع ساپورت که در موردش صحبت کردیم و اگر 1 باشه میاد اینجا توی لیست ساپورتمون اضافهش میکنه. تابع روندمون چیکار میکنه؟ میاد با این -3 خطوط حمایتی و مقاومتی ما رو روند میکنه به عدد مطلوب تری که بشه توی مقایسه ها ازش بهره برد. یعنی مثلا 65700 رو میکنه تا 66000، 65300 رو میکنه 65000. بریم اینا رو توی جوپیتر رو در عمل با هم ببینیم. اینجا ببینید ما داریم میگیریم از توی تایم فریم 4 ساعته بیت کوین که گذاشتیم، دیتا فریممون رو میسازیم و کدی که اونجا توضیح دادیم. TQDM هم که قبلا در موردش صحبت کردیم، برای اینکه یه پروگرس بار به ما بده ازش استفاده میکنیم. اجراش بکنیم. خب این کار انجام شد. الان ما بایستی این لیست هایی که گرفتیم ساپورت و رزिस्टنس رو بیاریم توی یک فایل CSV قرار بدیم که بعدا بتونیم توی رباتمون ازش بهره ببریم. اون کار رو با این قسمت انجام میدیم که یه فایل CSV رو اومدیم این لیست ساپورتمون رو به اسم ساپورت CSV قرار دادیم. اینجا رو الان ملاحظه بکنید. ما اگه اینو اجرا بکنیم ساپورت و رزिस्टنسمون الان اینجا ساخته میشن. بله، ساپورت و رزिस्टنس ساخته شدن. فقط اینجا یه نکته که هست، روی نان نیومریک حتما باید باشه این قسمتش که داده هامون چون فلوت هستن بعداً میخوایم مقایسه انجام بدیم به مشکل نخوریم. بعد از این بایستی این فایل رو توی رباتمون فراخوانی بکنیم، این 2 تا فایل رو، و زمانی که میخوایم سیگنال خرید یا فروش بگیریم بررسی بکنیم که آیا داخل این سطوح هستش یا خیر. چه شکلی اون اتفاق میفته؟ میاد رباتمون فرض کنیم به این شکل، میاد گت ریتس میکنه از طریق متا تریدر روی تایم فریم 4 ساعته و بعدش میاد فایل ساپورتمون رو این دفعه میخونه، ساپورت لیست رو تشکیل میده از روی اون و این قسمت میگیم فقط 10 تای آخر رو به من بده و اینو اجرا میکنیم. این رونده که در موردش صحبت کردیم اینجاست. بذارید من روند رو پاک بکنم ببینیم چه مقداری بهمون میده. اجراش بکنیم. ببین 95000 رو حالا این منفی سرم رو پاک کنیم. 96534 خب حالا برش گردونیم روندو، این میشه 97000. ساپورت لیستمون هم با هم ببینیم چون 10 تا آخر رو خواسته بودیم این مقادیر توی ساپورت لیستمون هست. حالا باید بیایم چک بکنیم که آیا این مقدار که مال کندل -1 یعنی آخرین کندلی که گرفتیم از توی لیست کندلامون آیا هستش داخل این ساپورت لیست. اگر باشه ببینید الان هست دیگه. ببینید چه پیغامی به ما میده، میگه که هستش تو لیست پس نفروش. درست شد، یعنی پوزیشن در حقیقت فروش نگیر، پوزیشن سل نگیر. ما یک کانتر هم داریم که از کتابخونه کالکشن میاد، کالکشنز. به چه دردی میخوره؟ فراوانی ساپورت لیستمون رو میده. یعنی چند تا سطح حمایتی 67000 تا داشتیم، چند تا 87000 تا داشتیم. بذاریم با هم اجراش بکنیم. خب این چون 10 تای آخره همش یه دونه است.
اجازه بدید بیایم اینجا کل لیست ساپورت هامون رو بیاریم. این یعنی مال 3 ساله. خب بیت کوین H4 از سال 2021 تا 2024 چون 10,000 تا سمپل داره میگیره از متا تریدر. الان اجرا بکنیم، خودش رو اجرا نکردیم. خب مجددا بیایم کانتر رو اجرا بکنیم. ملاحظه بفرمایید بر اساس بیشترین فراوانی هم واسه همون سورت کرده. گفته که نقطه حمایتی 26,000 تا 28 بار تکرار شده تو این 3 سال از 2021 تا 2024 و همینجور به ترتیب اومده پایین تا مثلا دیگه یه دونه یا 91,000 تا یه بار رخ داده و مثلا حالا به همین شکل میشه اینا رو ازش استفاده کرد برای جاهایی که شما می‌خواید ببینید سطح حمایتی مهم چیه یا سطح مقاومتی مهم کدوم ها هستن که بیشتر رخ داده باشن بیشتر میشه روشون تحمل کرد. خب بریم سراغ رباتمون. ما توی این شرایطی که الان با هم بررسی کردیم و توی ایزیبات اضافهش میکنیم. فقط این قسمت هایی که الان میخوایم و من در موردش صحبت میکنم. اگه خواستین ایزیبات بدونید چیه به این ویدیو مراجعه بفرمایید. اینجا ما CSV رو ایمپورت میکنیم که بتونیم توی استراتژی SMA مون فایلای CSV رو بخونیم که الان در موردش صحبت کردیم و 10 تای آخر حمایت آخر و 10 تا مقاومت آخر رو میگیریم. این قسمتی که بای سیگنالامون بود اومدیم یه خط اضافه کردیم بای سیگنال 3 که گفتیم روی سطوح مقاومت نباید پوزیشن خرید گرفت. چجوری داره عمل میکنه؟ همون رانده منفی 3 میاد میگه کندل منفی 1 یعنی آخرین کندل که شما میخوای الان روش پوزیشن بای بگیری رو در نظر بگیر. اوپنشو آیا این اوپنی که داری میگیری توی این لیسته نیستش؟ اگر توی این لیسته نیستش این ترو میده. خب بای سیگنال 3 رو ترو میده. بنابراین این باعث میشه که توی این قسمت بایی که داریم بای سیگنال 1 و 2 و 3 هست از بای سیگنال 3 خیالم راحت باشه، یعنی نبوده توی لیست مقاومت ها. اگر بای سیگنال 1 و 2 هم اتفاق بیفته اون وقتی که سیگنال خرید رو صادر میکنه واسه رباتمون. برای قسمت حمایتش هم به همین شکل دیگه. 2 تا مطلب رو یادم رفت خدمتتون عرض کنم. یکی این که ما چرا روند کردیم. ببینید ما سطح‌های حمایتی مقاومتی وقتی مشخص میکنیم فرض کنید اینجا 99600 به این شکل سطح مقاومتی نمیگیریم. یه دفعه اینو روندش میکنیم میگیم آقا این سطح مقاومتی 100,000 تاست. یا مثلا 95207 نداریم. ما اینو میگیم آقا سطح حمایتی 95000 تای بیت کوینه. زمانی هم که میخوایم سیگنال بگیریم مثلا سیگنال بایی که میگیره این هول و هوش الان لو این در حقیقت اوپنش 95201 اینم روند میکنیم میشه 95000 که در حقیقت بتونیم راحت‌تر اینها رو در نظر بگیریم تو اون شرطه مقایسه بکنیم. حدود و وقتی گردشون میکنیم میگیم آقا این سطح این بایی که میخوایم بگیریم در حول و حوش اون سطح مقاومتی یا حمایتیمون هست. این یک مطلب. مطلب بعدی هم این که اون سمپلینگمون بیفور افتری که داشتیم میتونه عددهای مختلف باشه. بهترین عدد بر اساس تجربه من 3 و 2 یعنی بیفور رو 3 بذارید افتر رو 2. این تو این مثال اگه فرض بفرمایید ما بیفور رو 3 میگرفتیم اینجا رو به ما ساپورت نمیداد. چرا؟ چون که میومد اینجا میشد 10 منهای 3 7 به اضافه میشه 8 از 8 شروع میکرد. بعد اینجا میگفتش که لو 8 چند 215. آیا لو 215 از لو آی منهای 1 یعنی کندل 7 بزرگتره که بزرگتره دیگه اینجا 180. بنابراین صفر رو برمیگردون و اینجا خط حمایتی نمیشد. اینو در نظر داشته باشین. خب تعداد سطح‌های حمایتی و مقاومتی کمتری رو برامون پیدا میکنه وقتی اینو 3 و 2 بذاریم. همینطور که ملاحظه میکنین اینو به عنوان حمایت در نظر نخواهد گرفت و اینکه دیگه بسته به شماست. یه وقت میبینید که روی یک رمز ارز یا یک دیتای فارکس
یه چیزی برعکس این، یعنی مثلا اینجا 2 باشه اینجا 3 باشه بهتر جواب میده، یا حتی رقم‌های بالاتر. این دیگه بر اساس تجربه است. 3 و 2 فکر میکنم بهترین عدد باشه. حالا اگر عددهای دیگه پیدا کردن که خوب بود، لطفا توی کامنت ها با من و دوستانتون شیر بکنید. من ویدیو رو طولانی تر نمی کنم. من علیرضا هستم، خیلی خوشحالم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. لطفا لایک کنید ویدیو رو، ساپورت لیست من باشین با سابسکرایب کردنتون لطفا، که من در ادامه این مسیر آموزشی دلگرم‌تر بشم. بدونید که مسئولیت استفاده از این کدها و سود و ضرر احتمالیش به عهده خودتون هست. کدا رو توی مخزن کتاب میذارم براتون. اگر نظر، سوال، ایده ای دارین خوشحال میشم توی کامنت ها بیارین. تا اینجا که سوادم اجازه بده در خدمتتون هستم. و اینکه اگه تونستین غنی‌تر بکنید این مبحث رو، خیلی خوشحال میشم که با من و دوستانتون توی کامنت ها به اشتراک بذارید و استفاده بکنیم از وجود شما. و اگر سوال فنی داشتید توی استک اوورفلو بپرسین، اینجا لینکش رو به اشتراک بذارید. هر سوال فنی بود، اگر سوادم اجازه داد، در خدمتتون خواهم بود. و 2 تا ویدیو هم که در ادامه مسیر آموزشیمون میتونه کمکتون کنه میذارم. دوست داشتین مراجعه بکنید. شاد و پیروز و سلامت باشید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.